سلام بچه، حالتون چطور؟ قباد هستم و خوش اومد به چنل یوتیوبم. بریم که پارت 2 گلوبال تو رو داشته باشیم. ببینیم 18 تا جایی که بشه دیگه میزن. خب C4 گلای یه زب. خب یه لاوا احتمال از چپ یه چیزی بیاد. او بوته یه کارت اینجا. خب اوکی. یه بالون سریع اسکلت دراگ چون احتمالا بدسش بیاد. بله زب دستمون هست. زب اینجا میزنیم که بگیره رو لاوا. بالون یه شاتو زد. بالون یه شاتو نزد، پشمام. خب خب اوکی. خب لاوا رو میریم باز. احتمال گوبلین گنگ هست. هانتر رو زد. ما اینجا بالون رو میریم. چرا؟ چون پویزنش رو زده. بالون رو میریم. عجله نمیکنیم، اصلا عجله نمیکنیم. بالون از گوشه رفتم سمت کنون هم نمیریم. یه فایربال اینجا. تاور رو گرفتیم. اوکی. حریف هم بازی رو ول نمیکنه. عالیه. یه اسکل درای، یه گارد. خب یه اینفرنو درای. لاوا چپ. والکری. یه اسکل درای. بالون رو میریم برای تاور دومش. یه گارد، یه زب. بالون یه شات. بالون دو شات. بالون سه شات. بالون 4 شات. تاور رو گرفت. دست خوش. بریم بتل بعد. چه ساعت؟ 6 صبح. ساعت 5:40 است و من ویدیو میگیرم، خاطر نمیتونم خیلی بلند صحبت کنم. خب بریم بتل بعد. میریم 19. کیان لاو لاو پروفایلش هم ایکس با گله ایکس با زدمونه. این لاوایی که گذاشته یعنی 100-0. خب این داره اینجا. یه زب. تاورمونو گرفت. بله. اسکدراگو میریم فایر رو بزنه. فایر بزنه یه بالون سری. یه بالون فایر هم دست اون هست. سری فایر. بالون دو شات. اوکی. لاوا پاپا رو داریم. اینو میریم. خب آرچره و حریف دستشه. اینجا واقعا بده. موقعیت بده است. خب عجله نمی کنیم، اصلا عجله نمی کنیم. خب یه زپ اینجا. اینفر و والکری رو همزمان میریم. آیس اسپید هم سایکل کرد. واو.
تاور میدیم بهش، مجبوریم دیگه. احتمالش هست از وسطم نایت بیاد. خب اینجا ما لاوا رو میریم سریع. یه بالا نیستم. لاوا تاور اون سمت رو میگیره. اوکی. یه ضربه با اینجا. یه بالا. الان شاتو ننداخت. لاوا رو اینجا میریم. این فرنو دراگون. والکری بالا. بعد دیگه وام مستحکل کنیم همینطوری. یه لاوا. یه اسکلتون دراگ. اینجا بالا نمیتونیم بریم، لاوا پاپا در میان. فرز بالا. یه گارد. خب یه بالا. مچاپ واقعا 100 صرفه. بمب بالا رسید. اوکی. میدونستم هرچیش میاد. پیش بینی زدیم. بنازم به این مچ، بنازم. خب اینه 20 الان. مچاپا رو هم ببینیم تا دوباره به این ایسپو پلیر رو نخوریم. مچاپ خیلی زد بود. اینو مف باختیم. پکا 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 مگا جلاد مگا. نه مچاپا. بریم بتل بعد. دراگون. تاورش دیره. تاور اگه دیر باشه به نفع ما، چون لاوا کارت سنگینه. گودلک. مگانایت میتونه باشه. پکا هم میتونه باشه. گودلک. مگانایت. خب لاوا رو میریم اینجا. احتمالش هست از سمت چپ با پرنس. واو ایدی جسمم بهتر. اسکل دراک سری اینجا. فایده نداره ابیلیتی. هوایزن دستش نیست. تاور رو میگیریم. برای من برسه میزنم. تاور رو نگیر. احتمالا از سمت راست. بله
آخ اینترنت خوب نیفتاد. اوکی خب یه گارد اینجا، یه والکیری اینجا گارد رو نگه می‌داریم برا بتل رمش. اسکدراگ دو طرفه. خب والکیری هم دستمونه، بهترین موقعیت. به نازم والکیری اونجا رو ترکون. اسکدراگ یه گارد تیرشو زد تو حمله، داره 3 میشه. گود گیم. بریم بتل بعد. دوباره استارت میکنیم که بخوریم به همین سری. امکانش هست بخوریم به خوردیم فکر کنم. نه بوجی خوبه. گودلاک تارش دایره مانیم. یه دونه اینفرنو دراگ، میتونه مگا گوبلین باشه، میتونه لاوا باشه، جاینت. احتمالا اون که با چیزه اسپر گوبلین و زپ و جدیده. واو خیلی اکسیر خرج کرد. اینجا ما میتونیم بالون رو بریم چون خیلی اکسیر خرج کرد. لایتنینگش هم زده اینجا. سریع پر میکنیم. خوبه یه دمیج خوب گرفتیم. اوکی اصلا عجله نمیکنیم. یه زب یه لاوا سمت چپ احتمالاً. نه خب اوکی. اینجا یه چیزی احتمالاً بندازه جلو جاینتی، هرچی باشه میندازه. این فرمودر رو بگیم بالا. لایتنینگش رو زده از چپ بالا. جاینت بازی جلو ما. خب بالون نزد یکی دیگه رو. اوکی لاوا سمت چپ احتمالا از راست سمت راست روش بره. نه اوکی. خب اینجا اسکل دراگو میریم، والکری هم میریم که لایتنینگ میزنه. بچه اینجا اگه اینفرنو دراگو میرفتیم 100% لایتنینگ رو میزد. اینفرنو دراگو نگاه کن. تیر بله یه بالون. دوباره سمت راستم بگیره چپو نمیتونه بگیره، به خاطر این بود که بالون رو انداختم. احتمال پرنس از وسط هست. گود گیم. این 22 اینم مچاپ چطور. خب عجله نمی کنیم بچه ها، چون اگه تو وینه بالا
سریع استارت کنید احتمال اینکه بخورید به اون بازیکن خیلی زیاده. اوکی بریم بتل بعد. خب گودلاک عجله نمی‌کنیم. تاورش معمولیه، این برامو بده. ایکسپو یا آرژیه؟ کدوم آرژی باشه بهتره؟ ایکسپو باز. آخ آخ. خب لاوا رو سمت راست میریم سریع. احتمالا ایکسپو بیاد اینجا. یه فایربال اینجا. ایکسپو نمیمیره، تسلا نمیمیره. چقدر جون این کارت زیاده. خب اوکی. یه زپ اینجا. یه اسکلت دراگ. شاید اسکیل رو پول. خب ایکسپو بعدیه که بیاد تاورمون میره 100%. چون که آرچرش هم ایوا. چه لاگی زد. سری لاوا. تاور مخالفشو بگیریم بازی به نفع ما میشه. همینجاست که بتونیم بگیریم. یه بالون. یه اینفرنو دراگ. یه والکری. تسلا بعدی. خیلی ایکسپو زده. واقعا ایکسپو مچاپ زدیه. استارت نمی کنیم که نخوریم بهش. عجله نمی کنیم بچه. خب ببینیم چی داشت شریف. تاپ 200 ترکو. بریم بتل. بهمون تاور دگر نمیده. دگر بده خیلی به نفعمونه. گودلاک. یه اسکلت دراگ. بازم ایکسپو. وای خاندانتون. بچه اسکیل از این دیگه میباره. خیلی هم دیگه سختیه. یه ایکسپو رو پول. یه الکترو اسپید. تاور رو بگیر. زپو میزنیم از سایکل عقب نمونیم. یه اینفرنو دراگ. خب یه والکری اینجا.
یه لاوا رو پل، یه فایروال، سری بالون، بالون رو اینجا میریم، یه زپم میزنیم میس بده، میس نداد. اوکی، آرچر شوال، یه اسکل دراگ، فایر رو تازه زده. اسکل دراگ، بله ایکس باش اومد باز، سری والکری، یه اسکل دراگ اینجا برای ایکس با پیش بینیم، یه فایروال، یه گارد، تاورمون رفت. پیش بینی هم جمع نمیشه انقدر زد. یه دونه اینفرنو دراگ، یه دونه لاوا، یه دونه والکری، یه زب، سری لاوا، یه فایروال، اون به بالون برسه اوکیه. چه بتلی بود. بیا بیا، وای چه بتلی بود. خب این 23 تو ببینه دیگه رنگ. خب بچه اینجا ویدیو قطع میکنیم، 25 دقیقه شد. تو پارت بعدی هم میریم تا ببینیم دیگه 25 26 27 اینا. ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. مراقب خودتون باشید. فعلا ساب و لایک و کامنت هم فراموش نشه. فعلا